سلام پسر. جان؟ چی شده؟ یه مرد رو درخت گیر کرده؟ و به کمک من احتیاج داره ها؟ دلت میخواد همونجا ولش کنی؟ آره؟ ولی وظیفه شهروندی تو انجام میدی. باشه، لعنتی نشونم بده. دیگه رسما عقلم از دست دادم. چی گفتی؟ اون از یه هلیکوپتر پرید بیرون؟ چتر نجاتش باز نشد؟ و تو ناراحتی که خورده به درخت؟ آره؟ ببین، اخلاقیات مال انسان هست و تو ساخته نشدی اینجوری فکر کنی. باورم نمیشه یه سگ لعنتی داره واسه هم سخنرانی میکنه. چی؟ ببینم الان داری به من فوش میدی یا به اون یارو؟ این دیگه داره عجیب میشه واقعا. عجبا، اشتباه نمی کردی. این احمق رو نگاه کن. هی داداش، میتونی یه کمکی به من بکنی؟ پسر عجب سگ باحالی داری ها. کدوم سگ؟ همون سگی که تو رو نجاتت داد دیگه. کوپاس پسر اصلا نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. کجا رفت؟ آهای عجله نکنی یه وقت. شرمنده پسر. پسر خیلی عالی بود. میدونی من معتاد آدرنالین نیستم. من خود آدرنالینم. ولی این چتر بازیات بیشتر شبیه مرگه ها. هی وقتی میپری به این فکر میکنی که نکنه چترت باز نشه، اون موقع است که به زنده موندن و زندگی کردن علاقه‌مندتر میشی. ولی من اگه چترم باز نشه بیشتر نگران اینم که قبل مرگم یه وقت خودمو خیس نکنم. پس پایه‌ای نه؟ نه داداش، من از جاذبه خوشم نمیاد. من میدونستم تو ترسویی. زود باش. امنه بابا، بهت قول میدم. از ماشین سواری امن‌تره. فقط وقتی امن‌تره که با ماشین از هواپیما بیرون بپری. زود باش، بزن بریم. خلبانم اومد. بیا یه درجه خفن‌ترش کنیم. هی جف، میخوای دفعه بعد یکم بیشتر طولش بدی رفیق؟ لعنتی، باید یاد بگیرم چجوری بگم نه. هی تو برو سمت چپ مرد. بیا، اینم یه هدست که در ارتباط باشی و یه چتر نجات تا از مرگت جلوگیری کنه. هی همه سوار شدید؟ خیلی خوب جف، رانده دوم ببرش بالا. دریافت شد رفیق. تو مطمئنی حالت خوبه؟ چون آخرین باری که پریدی واقعا دیوونه کننده بود. رفیق دیدی چقدر دیوونه وار بود؟ من مثل سهام داج پونگ تو سال 2000 داشتم سقوط میکردم مثل پرش گربه از پنجره. بگو که گرفتیش، لطفا بگو که گرفتیش. باید این فیلمو همین الان آپلود کنیم. خب متاسفم دام، ولی در پوش لنزو بر نداشته بودم. تو پسر، میتونستم صدای فریادای خودم رو بشنوم ولی از درون مثل یخ سرد بودم. کاملا حاضر در لحظه. انگار واسه چند ثانیه همه چیزو میدیدم و همه چیزم منطقی بود. میدونی منظورم چیه دیگه؟ همه چیز. البته تا قبل اینکه صاف بری تو اون درخت. پسر مگه من اون درخت رو انتخاب کردم؟ اون درخت منو انتخاب کرد. بابا میدونی دارم چی میگم؟ مهم مسیریه که تو سفر میری، نه مقصدش. درست میگم جف؟ سلطان شمایی رفیق، هر چی شما بگی. وقتی صحبت چتر بازی باشه مقصدم یه جوری واسم مهمه. ببین، چه مدلی چتر بازی میکنی؟ AFF؟ PLF که دیگه حتما بلدی آره؟ پیل چی؟ سابقه تمرینت چجوری هست ها؟ ببین پسر، من توی احمقا توی درخت پیدا کردم و الانم اینجام. این تمام سابقه‌ایه که تو لازم از من بدونی. تازه کار توی نقطه فرود، برای اولین بار توی یک کار. نه ولی جدا هوا تو دارم، زیادی بزرگش نکن. نمیخوای که آپولو هوا کنی داداش من. البته از بعضی جهات اینطوریه ها، ولی دارم بهت به صورت استعاری میگم. مثل قضیه تو اون سگه. در ضمن قضیه اونم نفهمیدم چیه. وایس ببینم، پس تو داری میگی که هیچی از اون سگه یادت نمیاد؟ دوباره شروع کردی که بابا. تو دیوونه ای و منم خوشم میاد، ولی باید با هم هماهنگ باشیم رفیق. فهمیدی؟ استراتژی و همکاری. میفهمی چی میگم؟ مثل دوتا دوقلو. دارم حس میکنم این بزرگترین اشتباه زندگیمه.
انقدر ترسون نباش داداش من، مثل روندن موتوره، با این فرق که فقط باید با سرعت 1000 مایل بر ساعت بری سمت زمین. نمیشه خراب کرد که، مگه نه جف؟ از لحاظ آماری این کار از آب خوردنم راحت تره. خب موقع آب خوردن اگه آب بپره تو گلوت ممکنه نفس بهت درسه و به مرور زمان زشکش بشی و خفه شی، ولی تو این کار فقط کافیه چترت باز نشد تو 1 ثانیه پم از هم میپاچی رفیق. خیلی خوب آقایون، بیاین بریم تو کارش. تنها کاری که باید بکنی اینه که اون نخوب بکشی، ترجیحاً قبل از اینکه برسی به زمین. آخرین بخشش مهمترین بخششه نه؟ ولی خود احمقت بخش آخر یادت رفت. بامزه. آره ببینیم کی میخنده وقتی که داری از دو طرف از ترس فوران میکنی. جف ببین کی گفتم خودشو قهوه‌ای میکنه. خیلی خوب من دومین نفر میپرم. یادت نره از این شکلات قهوه‌ای فیلم بگیری یا لعنت به جفتتون. چیز اون کوهو میبینی روبرود؟ MF اونجاست. ها؟ منطقه فرود دیگه. پسر این اختصارات خداوکیلی یاد بگیر. ببینم تجهیزاتتو چک کردی؟ منظور تفنگ و این چیزاست؟ نه تجهیزاتت، کوله پشتیت، چتر نجات لعنتی داداش. هر چسبازی تجهیزاتشو چک میکنه. اگه مشکلی پیش بیاد گردن خودته. صبر کن مرد. خب من چجوری؟ خیلی خوب حرف نباشه دیگه. باید فکرمون روی بازی باشه و چشممون روی جایزه. به جاذبه فکر کن. باید قبل از هیجان آروم بشی. میفهمی چی میگم؟ خودتو در مقابل طبیعت قرار میدی. فقط یه برنده وجود داره. لعنتی آخه من چرا اینجام؟ من حسابی هیجان دارم. خیلی خوب بپر پایین ببینم. تو اول برو دیگه برو. حالا بپر آسمون رو مورد عنایت کن. ها لعنتی! بالای قله فرود بیای. انگاتو باز کن و هوا رو بشکاف. چی؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ دوچرخه ها رو میتونی ببینی؟ دوچرخه؟ تو حرفی از دوچرخه نزدی؟ اینم سورپرایز بعدی عزیزم. وقتی با سلطان بچرخی زندگی همیشه تازگی داره. خدای من!
نزدیک بود خودمو به کشتن بدم، ولی به بردنش میارزید. اینو بگم. حالا هر چی داداش، من این دوچرخه رو میشناسم، من این بدنم میشناسم، من تا حد توانم داشتم فعالیت میکردم و تو بیکله بازی در میاری. الانم داری قر میزنی. چی؟ گوش کن، وقتی ترست ریخ بیا دم فرودگاه دیدنم، باشه؟ ببینم چی کار میکنی. بالاخره اومد آقای محافظه کار. میشه بگی اینجا چی کار میکنی؟ هیچی؟ خیلی خوب باشه، یه کاری که بهم کمک میکنه، مثلا خانمایی که تو اینترنت هستن و مخشونو بزنیم. بیا یه لحظه وانمود کنیم که این همه ترسو نیستی و بزن بریم، همونطور که خدمت کنم میگه. وایسا شفاف سازی کنم، من نجات پرست نیستم، اونو شوخی کردم بابا، من دوست سیاه‌پوستم دارم، تازه اصلا متوجه نشدم تو سیاهی یا هرچی که به خودت سوار میگی. شو دیگه. باشه بابا بزن بریم، باشه. بزن بریم. باز کجا؟ دیدار به قیامت رفیق. هی اونا رو میگیری؟ نصف فرودگاه واسه سلطان کار میکنه بابا. بهتره با این زیبایی حال کنی، چون جفتتون قراره برید سواری. من زبون احمقا رو نمیفهمم. میشه درست توضیح بدی چیه قضیه؟ قراره که با اون وسیله آهنی و بنزین سوز از هواپیما بپری بیرون. وایسا ببینم چی؟ ما برادرای روحانی هستیم رفیق. دقیقاً مثل دو طرفی سکه. نمیتونی الان منو تنها بذاری. خیلی خوب، ما بلند شدیم. به محض اینکه به یه ارتفاع مسخره مناسب رسیدیم قراره با اینا بپریم بیرون. درست میگم؟ بیا بزن قدش. نه داداش، نمیخوام تا آخرین کسی باشی که قبل از مرگم بهش دست دادم. آره باشه، هوایی میزنیم قدش. خیلی خوب. چتر نجات درسته، موتور درسته، دل و چیز این جرأت اونم درسته. خیلی خوب، بزن بریم. زود باش، بیا بزنیم بهتره کنی چی بودیم. بزن بریم. حرکت چرخشی. حالا برو. وای لعنتی! این بهترین حسی که داشتی نیست. باش به تاز ببینم. مدل سفره ماهی. کی درخواست اردکی کرده بود؟ قورباغه‌ای کی میخواست؟ بی خیال بابا، کارت زنونه بود مرد. ترسو نباش. باشه اصلا تو شجاعی، مردم میمیرن برات. پسر باورت نمیشه. باید منو آنلاین ببینی، مثل تاپاله‌ای هم که مگسا دورش کردن. حسش کردی؟ مثل رعد و برق. هی تو زنده ای، میدونی چه حسی داره؟ مرد میدونم چه حسی داری که با یه موتور از هواپیما بپری بیرون. اصلا بگو ببینم این کارا چقدر برات درآمد داره ها؟ همه اینا نسبیه داداش. چقدر طول کشید تا این همه پول در بیارم ها؟ گوش کن، تو برو پیش همون مردم عادی، منم میرم بالای برج بانک پیش اون بالا دستیار. سلطان وارد میشود. دامن میگیرم اشتیز جایزه رو تا به خودت بیای میبینی. بچه ها یادش بخیر چه سفرهایی با هم دیگه میرفتیم.
چرا؟ مرگ و میره این کار کمتر از رد شدن از خیابونه. چطوره؟ به من گفتن دیوونه وقتی بهشون گفتم تمام سهامای آمریکاییتون رو بفروشید. حالا به این خراب شده نگاه کن. زود باش دختر خانم، بزن بریم. آره، تاریخو به صورت زنده میبینی. روی اون کامیون اون پایین فرود میای. کامیون؟ کدوم کامیون؟ همونی که داره شتاب میگیره. معلومه، نگاه کن. بوم. نوشیدنی ترس با لیمو تکون داده شده، نه هم زده. نوش جونت بخور، گل بزن. آره دارم میبینمش. باشه هرچی تو بگی پسر. آره این همونی بود که میگفتم. کاپیتان محافظه کار واقعا پرید. گفتم الان وسط راه آسانسور میگیری. چطوری سلطان؟ توی رفیق؟ سلطان نرسید؟ خدای من، به هر حال بگذاریم میرسونمت گاراژ. سر کیف اومدی؟ لعنتی، من سلطانم، امپراتور، آخرت خلبازیم. هرچی که جلوم بذاری با خاکستر یکی میکنم. بوم میتره کنمش. حالا چیزی نشده که فقط به کامیون نرسیدی دیگه. همین که سالم رسیدی پایینم خوبه. نه خوب نیست. مردی بیا کنار دریاچه عوضی. میزنم به سیم آخر و یه کاری میکنم مورد عنایت قرار بگیری. پوف، من رفتم. چطوری سیاه؟ از دیدنت خوشحالم پسر. اون احمق میخواد خودشو بکشه؟ کدوم احمق؟ همون یارو چتر بازه؟ خدای من، چرا؟ واسه خیلی این موضوع مهمه؟ میگی بهش اهمیت نمیدی ولی جون آدم‌ها برات مهمه؟ یارو اونجاست؟ ببینم چرا نویسنده این بازی کوفتی ترجمه حرفای تو رو به من سپرده؟ خدای من. خیلی خوب، بریم داداش، بریم. لعنتی، اون داره چه غلطی میکنه؟ هی دا، میخوای چیکار کنی؟ هیچی، این کار خطری نداره. مثل دفعه قبل، آره، میخوام قول مرحله آخرم بزنم. ببین از شنیدنش تعجب نکنی ولی اون سگه واقعا هوای تو رو داره، جدی میگم. چی؟ کدوم سگه؟ نمیدونم چطوری برات توضیح بدم، سخت. خیلی خوب، وقت نمایشه.